به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. این کتاب هم جزء کتاب‌های ممنوعه هستش، زندگی نامه احمد حسن. لطفاً با من همراه باشین تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. یک پیشگویی 1400 ساله در حال شکل‌گیری. یمانی آل محمد، امام احمد حسن. یک مرد جوان نشسته است، مردی که از هر لحاظ معمولی است. یک دانشجوی مهندسی در دانشگاه. هنگامی که عکسی از او گرفته شده و در تصویر می‌بینید، این مرد هیچ تصوری از مسیر در پیش رویش نداشت. او ممکن است همانند یک مرد معمولی به نظر برسد، اما داستانش به هیچ وجه به این شکل نیست. احمد بن اسماعیل ابن صالح ابن حسین ابن سلمان که در بصره عراق در 21 مارس 1968 برابر با 1 فروردین 1347 متولد شد. هنگامی که تنها 2 سال داشت، صدام حسین کنترل سرزمین بومیش را به دست گرفت. 30 سال بعد رژیم طاغوتی صدام دست به هر کاری زد تا شیعیان عراق را مصیبت زده کند. آنانی که جرأت داشتند تا ادعای عشق محمد و آل محمد علیه السلام را بکنند ساکت شدند، مورد آزار قرار گرفتند و در بعضی از موارد حتی به قتل رسیدند. این دنیایی است که در آن احمد حسن علیه السلام بزرگ شدند. با وجود آنکه مسلمانان شیعه اکثریت جمعیت را تشکیل داده بودند، اما با وحشت‌آفرینی آشکار توسط صدام در آزار و اذیت کردن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبرو شدند. تحت حکومت او پرستشگاه‌ها به شدت مورد کنترل بودند. رژیم او در امور آموزش‌های شیعه دخالت می‌کرد و از ادعای واجبات دینی شیعیان جلوگیری می‌شد. این رژیم آن کسانی را که به دین محمد و آل محمد عمل می‌نمودند به مجازات محتمل مرگ تهدید می‌کرد. صدام حسین به صورت مستمر علمای دینی سرشناس را به قتل رساند و به مساجد شیعه در مکان‌های مقدس بی‌حرمتی کرد. در مورد عراق و اوضاعش قبل از ظهور امام احمد حسن، حزب بعث حاکمیت را در دست داشت و در رأسشان البته صدام ستمپیشه بود. صدام حسین ستمپیشه در آنجا از تمام آزادی‌ها جلوگیری کرده بود. هیچ آزادی در آنجا وجود نداشت. عراق وارد جنگ‌های فراوانی شد. اولین جنگ با ایران بود و سپس وارد کویت شد و ویرانی فراوانی در عراق رخ داد و همچنین نابودی زیرساخت. بعد از آن عراق برای سالیان فراوان تحت محاصره قرار گرفت. این محاصره باعث پایان منابع عراق شد. همچنین در خلال این سالها بعد از جنگ با کویت، عراق تحت حملات نظامی قرار گرفت. آخرین آنان در سال 2003 بود، هنگامی که نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا علیه عراق اعلام جنگ کردند و صدام حسین و نظام بعثی را سرنگون کردند. در این شرایط امام همام احمد حسن ظهور نمودند. نبود آزادی، تبعیض، ویرانی، دستگیری‌ها، جنگ‌ها، محاصره که به شدت برای عراق دشوار بود. شیعه و مردم عراقی که در جنوب زندگی می‌کردند تحت آزار و اذیت بودند. تمرکز نیروهای صدام حسین ستمپیشه بر آنان بود. تحت آن شرایط امام احمد حسن از اهالی بصره ظهور کردند. با وجود خطر حقیقی این آزار و اذیت گسترده نتوانست عشقی را که احمد حسن علیه السلام در قلبشان برای اهل بیت علیه السلام همراه داشتند از بین ببرد و آن باعث نشد تا ایشان جستجوی حقیقت را در هیچ جایی متوقف نمایند. ایشان آن را در حوزه نجف جستجو نمودند، اما آن را نیافتند و یک روز حقیقت ایشان را یافت. از خطاب داستان ملاقات توسط امام احمد حسن. اولین ملاقاتم با امام مهدی علیه السلام در این زندگی دنیوی در حرم امامین عسکریین هادی علیه السلام و عسکری علیه السلام بود و در این ملاقات با امام مهدی علیه السلام آشنا شدم. این ملاقات چند سال پیش بود و پس از این ملاقات‌هایم با ایشان ادامه یافت و موارد زیادی را برایم روشن ساختند
ولی مرا امر به تبلیغ چیزی یا شخصی معین نفرمودند، بلکه این دستورالعملها مختص من بود تا مرا بسازند و به سوی اخلاق نیک و خداپسندانه سوق دهند و به من علم و معرفت را در آن زمان ارزانی داشتند و مرا از انحرافات زیادی که در حوزه علمی نجف بود آگاه ساختند. اما از انحرافات علمی یا عملی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و انحرافات اشخاصی که افراد متشخص و نماینده در حوزه علمی به حساب می آمدند و این مرحله برای من بسیار دردناک بود، چون نابود شدن آخرین قلعه‌ای که به گمانم نماد دین و حق در جهان بود را برایم نمایان می ساخت و برایم تداعی این ضرب المثل می شد: هرچه بگندد دمکش میزنند، وای به روزی که بگندد دمک. این مرحله اندوهناک و پرفاجعه بود و در عین حال امام علیه السلام ظلم و فساد را برایم روشن ساختند و مرا در سختی روزگار رها کردند. نمیدانستم چه کار کنم. آیا از آنجا که آمده بودم باز میگشتم؟ سوالی که همیشه از خودم میپرسیدم و پاسخم این بود که میان اهل دین و در حوزه علمی نجف غریب شده بودم. پس از اینکه حق را دانستم و چگونه میان اهل دنیا غریب نباشم، در یک روز تمام زندگیشان و همچنین دنیای پیرامونشان به طور کامل عوض شد. پیش از آن روز احمد حسن نمی‌دانستند که پس از 12 امام 12 مهدی وجود دارد. این امر که اولین مهدی خودشان هستند هم مسئله دیگر بود. ایشان تمایلی نداشتند تا یک صاحب مقام مذهبی شوند، حتی اگر در عمق وجودشان از امر اهل بیت علیه السلام آگاه بود و هنگامی که اسم امام مهدی را میشنیدند از احترامشان میلرزیدند. احمد حسن علیه السلام به ملاقات با پدرشان امام مهدی ادامه دادند. روزها و ماهها گذشتند پیش از آنکه امام مهدی ایشان را برای اولین بار برای اجرای مأموریتی به صورت عمومی بفرستند. امام مهدی ایشان را به حوزه نجف فرستادند تا توصیه‌های امام مهدی را به گروه کوچکی از طلاب برسانند. کشمکش به سرعت بین احمد حسن و طلاب حوزه بالا گرفت تا جایی که باعث قطع رابطه با بعضی از آنان و اختلاف شدید با بعضی دیگر شد. روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها گذشتند بدون اینکه ایشان یاوری از میان طلاب حوزه داشته باشند. پس از گذشت 3 سال بعضی با فساد در حوزه با ایشان موافقت نموده و سعی کردند تا آن را اصلاح کنند. به هر حال آن به انجام اصلاح ریشه‌ای منجر نشد. بسیاری از علما به همان شکل باقی ماندند. آنها توسط جامعه پیرامونشان که درگیر بیماری و گرسنگی روحانی و جسمانی بودند تکان داده نمی‌شدند. هیچ کسی برای تغییر یا اصلاح آن اقدامی نمی‌کرد. آنها تنها آن را به همان شکلی که بود پذیرفتند و بعد از چند ماه سکون خداوند تغییری حاصل نمود. گروهی از طلاب حوزه رویاهایی دیدند که برای آنان آشکار کرد که احمد حسن فرستاده‌ای از سوی امام مهدی علیه السلام هستند. عده‌ای از قبل ایشان را می‌شناختند و عده‌ای هم نمی‌شناختند، اما آنان هم پافشاری کردند تا به همان شکل با ایشان بیعت کنند. عبدالستار محمود آل مهدی. در روزی از روزها در منزل فردی بودم و در آنجا فردی بود که من هرگز قبل از آن ندیده بودم و ما در آشپزخانه نشسته بودیم و آن فرد گفت که من در حوزه درس می‌خوانم. به این شکل داستان آغاز شد، آنکه او در زمان صدام حسین زندانی شده بود و منتظر حکم اعدام بود تا صادر شود و صادر شد. او گفت من به دعا کردن و گریه کردن بر سجاده‌ام ادامه می‌دادم و سپس گفت بعد از آن هنگامی که خوابیدم در رویا امام حسین علیه السلام به همراه شخصی به سویم آمدند و ایشان علیه السلام به من فرمودند همانا آزادی در صبح به تو خواهد رسید. او گفت بعداً من حرم‌ها را زیارت کردم، مخصوصاً حرم امیرالمؤمنین علیه السلام را، و به ایشان گفتم می‌خواهم خادم شما باشم، می‌خواهم پیرو شما باشم، من می‌خواهم تا از نزدیکان شما شوم. پس شما چه فرمانی می‌دهید؟ حق کجاست؟ آیا برای مثال حق با حوزه است؟ با کیست؟ او گفت در روزی رویایی دیدم در حالی که در صحن امیرالمؤمنین بودم. رویایی دیدم که در آن امام علی علیه السلام را دیدم و ایشان به من فرمودند
تو از من پرسیدی و ما از اهل بیت درخواست کردی تا حقیقت را به تو نشان دهیم. پس بنگر، ما به تو میگوییم همانا هیچ حقی بر روی این زمین وجود ندارد مگر با این مرد. مردی که با ایشان بودند یک سرپوش بر سر داشتند، یک سرپوش عراقی. او گفت من او را دیدم و آگاه شدم که دقیقاً او چه چهره‌ای دارد و سپس هنگامی که بیدار شدم و رویا پایان یافت آن چهره را به خاطر سپردم. او گفت بنابراین شروع به جستجوی آن مرد در بعضی از مکانهای تجمع، بعضی از اماکن و بعضی از شهرها کردم. او گفت بعد از آن روزی شنیدم فردی میگفت که شخصی ظهور کرده است و میگوید که رسول امام مهدی است و آنها ذکر کردند که آن مرد یک سرپوش عراقی به سر دارد. او گفت پس من او را گرفتم و به او گفتم تو باید مرا به نزد آن مرد ببری. او گفت پس همراه او رفتم و آن مرد سلام خدا بر او در شهر نجف بود. او گفت سپس وارد شدیم تا او را ببینیم. هنگامی که وارد شدم من او را دیدم که نشسته است و مردم از همه جا به نزد او میآیند تا رسول امام مهدی علیه السلام را مشاهده کنند و آنکه دعوتشان در چه مورد است و ادلهشان چه چیزهایی هستند. و گفت بعد از آن که جلسه اتمام یافت و ما بلند شدیم تا خداحافظی کنیم به او نزدیک شدم تا با او دست دهم. با او دست دادم و ایشان دستشان را بر شانه راست من گذاشتند و به من فرمودند وصیت جدم امام علی را در مورد من فراموش نکن. او گفت پس ایشان در مورد آن رویا می‌دانستند و چه کسی می‌توانسته به ایشان گفته باشد مگر آنکه او حجتی از حجت‌های الله باشد و امامی مقدس از امامان اهل بیت باشد. او گفت پس بر ایشان افتادم و بوسیدمشان و بویشان کردم. احمد حسن درخواست بیعت از آنان نکردند. در حقیقت به مردم از دشواری این امر خبر دادند و آنان را آگاه ساختند که آنها مطمئناً ایشان را تنها خواهند گذاشت و از ایشان روی خواهند گرداند به همان شکل که اهل کوفه امام حسین را تنها گذاشتند. اما آنها اصرار کردند تا بیعت خود را در ازای مال و خانوادهشان کامل کنند. تاریخ راهی برای تکرار خود دارد و درست به همان شکل که از پیش خبر داده شده بودند افراد نسبت به او ثابت قدم و حمایت کننده نبودند. در حقیقت خیانت یک پیش زمینه تکرار شونده در زندگی احمد حسن می باشد. مردم به او ایمان آورده و با او بیعت نمودند اما به محض نفوذ ترس به قلب‌هایشان دعوت ایشان را ترک کردند و در این خصوص ترس از صدام حسین و رژیم وحشیش بود که قلب انصار را سیاه کرده بود. در سال بعد گروهی از انصار به نزد او آمدند و مجددا بیعت کردند. آنها ایشان را از خانه نشینی خارج ساختند و دعوت را دوباره آغاز کردند. در آن سال امام مهدی علیه السلام به احمد حسن علیه السلام فرمان دادند تا دعوت خدا را به تمام جهان اعلام کنند. قلب رسالت ایشان دعوت به توحید، تسلیم خدا بودند و تنها خدا بود. ایشان مردم را به حاکمیت الله و رد حاکمیت مردم دعوت نمودند. حاکمیت مردمی که دین را فاسد و تمام بشریت را گمراه کرده بودند. خطاب داستان ملاقات توسط امام احمد حسن و در روز سوم از شوال امام مهدی علیه السلام به من امر فرمود که انقلاب بر علیه ظالمان را علنی کنم و به بررسی راهکارها بپردازم و کارهای لازم را به سرعت انجام دهم و مردم را برای یاری حق و اهلش و کار و کوشش برای برپا داشتن حق و برافراشتن کلمه لا اله الا الله دعوت کنم. پس به درستی که کلمه خداست که برتر است، کلمه خداست که برتر است، کلمه خداست که برتر است و کلمه کسانی که کفر ورزیدند پست‌تر می باشد. و ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. سوره محمد آیه 7. و اگر خدا را یاری کنید شما را یاری می کند و قدمهایتان را ثابت و استوار می دارد. در دنیای امروز توحید کاملا از دست رفته و حاکمیت خدا به خاطر حاکمیت مردم مرده است. ما در دنیایی زندگی می کنیم که مردم آنچه را که دوست دارند از دین جدا نموده و انتخاب می کنند و هر آنچه را که مطابق عقیده آنها نیست رد می کنند. حتی مسلمانان شیعه
با وجود آنکه اهمیت فرد منصوب شده از سوی خدا را می‌دانند، از خودشان تبعیت می‌کنند. این مسئله باعث شده که مسلمانان شیعه عالم دینی منتخبشان را به عنوان یک امام پیروی می‌کنند. احمد حسن اولین و تنها فردی بودند که نوری بر نفاق این نظام انداختند، با وجود آنکه این عمل زندگی را با خطر بزرگی تهدید می‌کند. ایشان بارها و بارها علیه قدرتمندترین و تهدید کننده ترین مؤسسات صحبت کردند و می‌کنند: صدام، علمای گمراه و گمراهی و دولت امریکا. عبدالستار محمود آل المهدی در آن زمان که صدام حسین خواست تا قرآن را با خون نجسش بنویسد و به همان شکل که شما می‌دانید خون نجس است، پس چگونه ممکن است تا او قرآن را با چیزی نجس بنویسد؟ و اولین نفری که علیه آن ایستاد و تنها فردی بود که علیه آن ایستاد، با اطمینان خاطر میتوان گفت که ایشان بودند که علیه آن ایستادند و آن را نکوهش کردند و فرمودند که باید جلوی صدام حسین برای نوشتن قرآن با خون نجس گرفته شود. تنها امام همام احمد حسن بودند که چنین کردند، در حالی که بقیه علما گفتند که ما نمیتوانیم کلمه‌ای بگوییم، زیرا پس از آن صدام حسین ما را خواهد کشت، فرزندانمان را خواهد کشت، برای مثال خانواده ها مورد تهدید قرار خواهند گرفت و غیره، زیرا آنها متمایل به زندگی دنیا هستند. اما اگر تنها خداوند را در نظر می گرفتند، می گفتند که قرآن خط قرمز است و این در حالی است که آنها در کتابهایشان، در آموزه‌هایشان، در مؤسساتشان، در دروسی که می‌دهند می‌گویند مسائلی هستند که نمی‌توانند شامل تقیه شوند. خطوط قرمزی وجود دارد و جمله آنان بی‌حرمتی به مقدسات است. برای مثال اگر کعبه در حال بی‌حرمتی شدن باشد، قبله مسلمانان، یا برای مثال قرآن کریم. اما با این وجود آنها بر علیه بنیادی ترین مبانی و اصول خود عمل کردند. امام احمد حسن امری بسیار مهم را آشکار نمودند. هنگامی که حوزه بعد از پایان حکومت صدام طاغی و پایان حکومت بعد شروع به تبلیغ رأی دادن و حکومت دموکراتیک کرد. و البته منظور از رأی دادن همان سیستم انتخاباتی است که بر سراسر دنیا موجود است و آنکه مردم به سوی صندوق‌های رأی می‌روند و فردی را انتخاب می‌کنند که معصوم نیست، بلکه از عموم مردم است. اما احمد حسن آشکار نمودند که چیزی به نام انتخابات وجود ندارد، نه دموکراسی، نه سلطنتی، نه جمهوری، بلکه آن انتصابی از سوی الله سبحانه و تعالی است و آنکه حکومت توسط الله سبحانه و تعالی منصوب شده است با انتصاب و تعیین الهی. آن مبدأ اهل بیت است و آن مبدأ و روش الله است از زمان آدم تا به امروز. و ایشان تنها فردی بودند که این امر را روشن نمودند و در برابر علما برای آن ایستادگی کردند و به آنها فرمودند که همانا شما از طریق این سیستم با خدا و رسول الله و اهل بیت مخالفت کرده اید و به دنبال حاکمیت مردم رفته اید و حاکمیت الله سبحانه و تعالی را رها نموده اید. ایشان با وجود اینکه جانشان را به خطر انداختند، ولی هرگز حتی برای یک لحظه هم نترسیدند. تهدید بر زندگی احمد حسن با مرگ صدام حسین از میان نرفت. خطر جدیدی به همان اندازه قوی توسط مراجع شکل گرفت. در طی دوران دشوار ظلم صدام، اکثریت جمعیت شیعه کشور به علمای دینی خود بسیار نزدیک شدند تا آنجا که آنان را مقدس پنداشتند. بعد از حمله امریکا به عراق در 20 مارس سال 2003 مطابق با 29 اسفند سال 1381 علما خلأ قدرت را پر کردند. در حقیقت به نوعی بر کشور حکومت کردند و قدرت به حرکت درآوردن یک ارتش را در لحظات مورد نیاز به دست گرفتند. هیچ فردی به اندازه کافی شجاعت سخن گفتن علیه آنان را نداشت. هیچ کس به جز احمد حسن حجاب آنان را درید و چهره حقیقی آنان بدون پشتیبان، آنان که با ایشان بیعت کرده بودند، از روی بزدلی او را ترک کردند. ایشان بعضی شبها را در خیابان خوابیدند، زیرا هیچ کسی جرأت نداشت تا میزبانشان باشد یا اجازه صحبت کردن در مکانش را به ایشان بدهد. دین خدا بارها و بارها شاهد این زنجیره دقیق از وقایع بوده است. مردم به خاطر ترس طاغوتیان از خدا و خلیفه‌اش قرار می گرفتند.
و تنها یک مرد را می‌بینید. متوجه درد درون سینه‌اش نشوید، اما آن چهره مردی است که حتی یک روز هم در زندگیش روی خوشی را ندیده است. زندگی‌ای که پر از خیانت بوده. در سال 2008 مطابق با سال 1387 شمسی به علت ایمان ضعیف، عدم حمایت و اعمال خائنانه ایشان به یک غیبت سکوت کشانده شدند. احمد حسن بدون نشانه‌ای ناپدید شدند. هنگامی که در سال 2009 در مورد این دعوت مبارک شنیدم و بعد از آن در سال 2010 به عراق بازگشتم و به گروه انصار در آنجا پیوستم، چیزی به نام مکتب نجف وجود نداشت. در آنجا تنها انصاری بودند که پیرو احمد حسن بودند و میگفتند که احمد حسن اکنون در غیبت هستند و به زودی انشاءالله باز خواهند گشت. و ما می توانیم روایت فراوانی را بخوانیم که امام 13می وجود خواهد داشت که این 13مین از اوصیا الهی به غیبت خواهند رفت و او باید روزی بازگردد و ایشان یمانی موعود هستند. به هر حال بعد از آن در سال 2012 دیدیم که یک مکتب ظاهر می شود و آن مکتب فرزند در به امام است و این مکتب شروع به رسیدگی به هر چیزی که مربوط به امام بود کرد. سال یا پرداخت مال باید از طریق آن مکتب می بود. با این وجود هنگامی که به روایات مراجعه نمودیم دریافتیم که آنها به طور آشکار بیان می کنند که نزدیکترین افراد به او باید بدترین دشمنانشان باشند و آنان باید کسانی باشند که با او خواهند جنگید. اما آن از ویژگی‌های امام مهدی نیست که نزدیکترین افراد به ایشان بدترین دشمنانشان باشند. پس هنگامی که ما می‌پرسیدیم که آنان کیستند، آنها می‌گفتند الله اعلم، شاید آن در آینده باشد یا آن تنها به امام مهدی مربوط است. پس سعی می‌کردند امر را مبهم کنند، اما به هر حال روایات روشن بودند. سپس ما به آنها گفتیم که روایات بیان می‌کنند که غیبت 6 سال طول خواهد کشید، 6 روز یا 6 ماه یا 6 سال، و در حالی که اکنون چندین سال گذشته است و ایشان دوباره ظاهر نشده‌اند. بنابراین پرسیدیم آیا آن 6 سال است؟ آنها گفتند خیر، آن 6 ماه بود و ایشان دوباره ظاهر شدند، زیرا که آنان ادعا می‌کردند که ایشان را دیدند. آنها می‌گفتند که بعد از 6 ماه ایشان دوباره ظهور کردند. برای 6 ماه ایشان هیچ گونه ظاهر شدنی نداشتند و در غیبت بودند و بعد از آن دوباره برای آنان ظهور کردند. اما هنگامی که پرچم سیاه مشرقی ظاهر شد، ما متوجه شدیم که امام احمد حسن در میانه سال 2007 مطابق 1387 هجری شمسی به غیبت رفتند، زیرا آن افرادی که فرزند انصار نامیده می‌شدند نزدیکترین افراد به ایشان با القاعده توطئه کردند، با علما و با ایران توطئه کردند و همچنین با دیگر جهات مشکوک و حتی با امریکا توطئه کردند تا امام احمد حسن را به قتل رسانند و آن چیزی است که ما از آن آگاه شدیم و آن چیزی است که روایات در مورد آن میگویند و توسط این دعوت مبارک، دعوت پرچم‌های سیاه مشرقی برافراشته شده توسط امام احمد حسن آشکار شد. بسیاری از آنان که اصحاب نامیده می‌شدند، آنانی که خود را یاوران و انصار می‌نامیدند، علیه او توطئه و مقامشان را غصب کردند. این ملعون‌ها باور داشتند که احمد حسن برای پس گرفتن هویتشان باز نخواهند گشت. آنان در طول غیبت ایشان یک مکتب و کانال ماهواره باطل را به نام ایشان افتتاح کردند و مدعی شدند که در ارتباط مداوم و در ارتباط با ایشان هستند. آنها به نام ایشان کتاب‌هایی را با مخلوط کردن آنچه که از ایشان آموخته بودند و آنچه که در اسناد ایشان دیده بودند و با دروغ‌ها و اطلاعات غلط خود منتشر نمودند. آنها در یک حرکت جسورانه یک پروفایل فیسبوک به نام ایشان درست کردند که در آن صوت ضبط شده توسط مقلد صدا را پخش کردند. مقلد صدای ایشان همچنین در پالتاک سخنرانی کرد. بسیاری از مردم تا به امروز به خاطر عمل این خائنان گمراه ماندند و همچنان باور دارند که احمد حسن با مکتب نجف است. اما احمد حسن اولین خلیفه خدا نیستند که چون خیانتی را تجربه کردند. دین خدا بارها و بارها در تاریخ ما غصب شده است و دعوت احمد حسن تفاوتی ندارد. نمایندگان مکتب باطل سرسخت‌ترین دشمنان ایشان شدند و حق ایشان را غصب کردند، درست به همان شکل که عمر و ابوبکر لعنت خدا بر آنان حق پیامبر و خاندان او را
غصب کردند و به ایشان کافر شدند و همانند آنکه علمای شیطانی سامری به موسی کافر شدند. در حقیقت میتوان تشابهات فراوانی میان این توطئه و فتنه گوساله در زمان موسی ترسیم نمود. گوساله همان مکتب است، علمای بی حاصل همان سامری ها هستند و صدای گوساله صدای تقلید شده امام بر روی صفحه فیسبوک جعلی است. احمد حسن سرنخهای فراوانی را که در پیش بود به جای گذاشتند قبل از آنکه از ایشان روی برگردانند. ایشان کتابی در مورد فتنه گوساله و سامری در زمان موسی نوشتند و در آن هشدار مهمی دادند. از آن روز به همان شکلی که سامری با موسی بود و یهودا با عیسی بود، همانند آن با محمد شبیه های سامری و اصحابش حاضر بودند و همانند آن یک سامری و اصحابش با مهدی خواهند بود. این سنت خداست و شما در سنت خدا تغییری نمی‌یابید. دعوت احمد حسن علیه السلام در زمان غیبتشان به صورت جهانی گسترش یافت. مردم در پیرامون جهان شروع به شنیدن دعوت ایشان کردند. تنها به خواست خدا. احمد حسن در مرتبه کلام امام جعفر صادق را به اشتراک گذاشتند که فرمودند اگر قائم خروج کند، آنانی که خود را از اهل آن امن می‌دانند از آن خارج می‌شوند و آنانی که همانند پرستش کنندگان خورشید و ماه هستند به آن وارد می‌شوند. و آن دقیقاً چیزی بود که رخ داد. مردمانی که خود را از اهل آن امن می‌دانستند از آن خارج شدند و مردمانی که وارد آن شدند مردمانی از طبقه متفاوتی بودند. آنان طلاب حوزه نبودند و در نظر مردم از جمله کسانی که خود را صاحب اختیار دین اسلام در نظر می گرفتند نبودند. افرادی که در این مدت وارد این دعوت شدند غریبان بودند. افرادی با پیش زمینه های دینی متفاوت از تمام قشرهای جامعه و از تمام گوشه و کنار دنیا به احمد حسن ایمان آوردند و به انقلاب پیوستند. برای بسیاری از آنان گواه در رویای آنان بود. مدتها پیش امام اعتبار رویاهایی را که اهل بیت در آن حضور دارند تایید نموده بودند. ایشان فرمودند خطاب داستان ملاقات توسط امام احمد حسن. کسی که ما را ببیند به تحقیق خود ما را دیده است، زیرا شیطان نمیتواند به صورت ما ظاهر شود و برای این قوم ستمکار دلیلی باقی نمیماند مگر اینکه بگوید رویای صادقه حجت نیست، و حال اینکه رویا یک جزء از 40 جزء نبوت است و رسول الله و ائمه به آن اهمیت دادند و به شنیدن آن و تعویل آن نهایت همت را داشتند. و با توجه به اینکه نبوت بعضی از پیامبران بیشترشان از طریق رویا بود مانند نبوت دانیال، و با توجه به اینکه نرجس مادر امام مهدی به عراق آمد تا با امام حسن عسکری ازدواج کند، زیرا که رویای صادقه دیده بود و خودش را به خطر جنگ انداخت و اسیر شد در حالی که وی نوه قیصر روم بود. و با اینکه وهب نصرانی امام حسین را یاری داد زیرا که عیسی را در خواب دیده بود، و با اینکه نجیب بنی امیه خالد ابن سعید ابن العاص اموی ایمان آورد و مسلمان شد به حجت رویایی که در آن پیامبر را دید. و این ظالمان و جاهلان رویا را کاملا بدون اندیشه و تدبیر رد کردند. و به حق به شما میگویم آنچه که امروز برای مردم رخ میدهد وحی عظیمی از طریق رویا میباشد، ولی بیشتر مردم به نعمت خدایشان کافرند و بیشتر مردم شکرگزار نیستند. سوره یوسف آیه 38: این از فضل خدا بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم شکرگزاری نمی کنند و ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است. مردم در سراسر دنیا شروع به دیدن اهل بیت و امام احمد حسن در رویا نمودند که بسیاری از آنها گواهی برای ایمان آوردن آنان بود. در همین حال نسیم کیهانی در حال تغییر بود و قرار بود احمد حسن در آینده نزدیک سکوت خود را بشکند. پس از 6 سال در غیبت احمد حسن بازگشتند و 40 تن از نزدیکترین انصار خود را جمع نمودند. در پشت صحنه امری بزرگ در حال رخ دادن بود. در 23 ژانویه سال 2015 مطابق با 3 بهمن 1393 شمسی در برابر چشمان همه دنیا معجزه‌ای رخ داد. قرنها پیش رسول الله فرمودند حجاز توسط مردی حکمرانی خواهد شد که نامش همانند نام یک حیوان است. اگر به او نگاه کنید از دور می‌بینید که چشمانش چپ هستند،
اگر به او نزدیک شوید می‌بینید که چشمانش هیچ مشکلی ندارند. برادرش که عبدالله نام دارد جانشین او خواهد شد. وای بر شیعه ما از او. و ایشان را 3 مرتبه تکرار نمودند. به من بشارت مرگش را بدهید و من به شما بشارت ظهور حجت را می‌دهم. درست به همان شکل که نبوت از پیش خبر داده بود، حجاز توسط مردی با نام یک حیوان حکمرانی شد. ملک فهد که دارای این ویژگی خاص توصیف شده در روایات بود. از دور چشمانشان چپ به نظر می رسیدند، اما از فاصله نزدیکتر عادی به نظر می رسیدند. برخلاف ترتیب معمول جانشینی، پس از او برادرش عبدالله به خلافت رسید. علاوه بر آن او یکی از افراد مهم مذهب وهابیت بود و بدین شکل دشمن درجه 1 خاندان محمد. در 23 ژانویه سال 2015 مطابق با 3 بهمن سال 1393 شمسی خبر رسید که شاه عربستان سعودی عبدالله ابن عبدالعزیز مرد. آن نیمی از پیشگویی را محقق کرد. آنچه که باقی مانده بود آن بود که پیامبر بشارت ظهور حجت را بیاورند و آن در همان شب محقق شد، هنگامی که 12 تن از اصحاب احمد حسن برای ملاقات با امام مهدی محمد ابن الحسن برده شدند. این 12 مرد تنها افراد بر کره زمین بودند که این وعده قدیمی پیامبر را تحقق بخشیدند. در همان شب 12 مرد بشارت را از طریق ویدئویی که در یوتیوب پست کرده بودند بشارت دادند. آن روز نه تنها نشانه گذار ظهور امام مهدی شد، بلکه نشانه گذار ظهور امام احمد حسن پس از سالها غیبت بود. اکنون زمان آن بود تا ایشان حقشان را بازپس گیرند و پرچم‌های سیاه برافراشته شدند. عبدالستار محمود آل المهدی پس از آنکه این پرچم برافراشته شد و دعوت شروع به گسترش کرد و ما شروع به دریافت اندکی از علم امام احمد حسن کردیم، من خود به شخصه در مورد امر امام مهدی بسیار می‌خواندم و تحقیق می‌کردم. اهل بیت می‌فرمودند که ایشان خواهند آمد تا امور بزرگی را آشکار کنند و آنکه ایشان امر جدیدی را به پیش خواهند آورد که برای عرب بسیار دشوار خواهد بود، فقط برای عرب، و ایشان با امری جدید خواهند آمد، با حکمی جدید و سنتی جدید، و آنکه ایشان هر آنچه قبل از ایشان است را نابود خواهند کرد، تمام فرقه ها و مذاهب را نابود خواهند کرد. پس بدین شکل ایشان با امور جدید به پیش میآیند. روایات میگویند که ایشان با دین محمد میآیند. ایشان باید دوباره دین را احیا کنند و دین خالص محمد را میآورند. و بنابراین آن به این واقعیت هدایت میکند که دینی که امروز در نزد ماست دارای موارد بسیاری انحرافات و تحریف‌ها و باطل هاست. و بدین شکل من انتظار داشتم که دعوت امام احمد حسن بدین شکل باشد. امام احمد حسن به پیش آمدند و برای ما آشکار نمودند که رجعت چیست. ما فکر می‌کردیم که رجعت یا بازگشت در آخرالزمان هنگامی است که مردم از قبرهایشان خارج می‌شوند، اما شک داشتیم و بدین علت است که بسیاری از علمای شیعه رجعت و روایات مربوط به آن را کاملا نادیده گرفتند. زیرا آنها گفتند غیر قابل باور است که چندین هزار از قبرهایشان خارج شوند. با آنکه حسین علیه السلام باید اولین نفری باشد که گرد و خاک را از روی سرش پاک خواهد کرد و حتی بدین شکل آنها شروع به تمسخر آن کردند و شروع به اعلام عمومی کردند که این روایات پشیزی ارزش ندارند. همچنین امور عظیمی که ایشان با آن به پیش آمدند روح است. عالم روح و عالم سایه، آنها چه چیزهایی هستند؟ در حال حاضر همگی ما اصل انسانها روحشان است. پس ارتباط یک روح با روح دیگر و با خدا چیست؟ و چرا اهل بیت علیه السلام در مورد ارتباط ما با عالم زر و عالم سایه صحبت کردند؟ تمام آن توسط ایشان آشکار کردیم. همچنین در مورد اسرار مربوط به امامان مقدس، رازهای مربوط به امام موسی کاظم، اسرار امام مهدی، ایشان تمام آنها را مشخص فرمودند و تمام آن با دلیل، به نحوی که هنگامی که به روایات رجوع می‌کنیم می‌توانیم آن موارد را بیابیم. همچنین اهل بیت از پیش در مورد امتحانات و غربال شدن و انتخاب شدن خبر دادند. پس آن غربال و انتخاب کجا بود؟ امام به ما نشان دادند که امتحانات چه چیزهایی هستند و غربال چیست و آنها امتحان خواهند شد، حتی اصحاب خودم، تا آنکه تنها مؤمنی باقی بماند که یقین دارد. همه مؤمنین می‌دانند هنگامی که مهدی ظهور کنند دین اسلام دگرگون خواهد شد.
در حقیقت حضرت محمد فرمودند زمانی برای مردم خواهد آمد که هیچ چیز از اسلام باقی نخواهد ماند مگر اسمش. در مورد یمانی احمد حسن دست راست و در به سوی امام مهدی در حال آشکار کردن دین حقیقی اسلام هستند. از زمان روز برکت یافته ما در سال 2015 مطابق با 1393 شمسی، هنگامی که ایشان به نزد عموم مردم بازگشتند، امور شگفت‌انگیزی را آشکار نمودند. آنچه که آشکار شده در مقایسه با آنچه که وجود دارد هیچ است. ما توسط ذهن و توانایی‌های خود برای درک نمودن محدود شده‌ایم. چه کسی بیشتر از ایشان آن را می‌داند؟ و در حقیقت ما نمی‌توانیم واقعیت این مرد احمد حسن خلیفه الله را درک کنیم. در عالم روح ایشان پسر محمد هستند، پسر روحی امام مهدی. ایشان یکی از 5 روح مقدس اهل کسا هستند. روح ایشان پی در پی جهان را تعلیم داد و ایشان درک جمعی، دلاوری و صبر و تسلیم بودند به رضای الله که برای ما شکل دادند. ایشان عبد صالح، بنده نیکوکار هستند که موسی را به سفری بردند و ایشان مردی هستند که توانایی هدایت بشریت را دارند و تنها در عوض صبر و تسلیم ما را خواهانند و ایشان رجعت امام حسین هستند، کسی که دنیا را در کربلای جدید در این زمین یاری خواهند نمود. احمد حسن مدت‌ها پیش در مورد این واقعیت سرنخ‌هایی به جا گذاشتند و همچنین در مورد اصحابشان که به ایشان خیانت خواهند کرد. خطاب 8 توسط امام احمد حسن: و حق را به شما میگویم ای مؤمنان، آنها نتوانستند حسین را از بین ببرند، زیرا که حسین و انقلاب الهیش که بر پایه تعیین الهی شکل گرفته به واسطه شما پابرجاست. اما آنها زمانی که ادعا میکنند که بر حسین گریه میکنند یا حسین را زیارت میکنند، به درستی که حسین آنها را لعنت میکند، زیرا آنها قاتلان او در این زمان هستند. خطاب ملاقات توسط امام احمد حسن: و به همین زودی آگاه خواهید شد که چه گناهی مرتکب شده اید و چه حرمتی از حرمت‌های الهی را شکسته اید، ولی در آن وقت پشیمانی دیگر سودی ندارد. من به زودی از دیار شما هجرت خواهم کرد ای فرزندان قاتلان امام حسین بن علی. پس در گذشته فقها و مجتهدانتان شبر بن ذوالجوشن و شبس بن ربیعی امام حسین را کشتند و پدرانتان به آنها کمک کردند. و امروز اگر میخواستم شبر بن ذوالجوشن و شبس بن ربیعی بین شما را معرفی میکردم، ولی هیهات مرا با این قوم احمق که هیچ سخنی را نمیفهمند چه کار. ای ظالمان، به دور شدنم از شما و هجرتم از دیارتان خوشحال نشوید. پس طولی نمیکشد که با پدرم محمد ابن حسن المهدی برخواهم گشت و به شما جز شمشیر و مرگ در زیر سایه شمشیر چیزی نشان نخواهم داد. به اوضاع پیرامون دنیا در امروزه بنگرید. طاغوتیان به سرزمین حکومت می‌کنند، فقر، جنگ، ویرانی و آشوب بیداد می‌کند و مردم مورد ظلم قرار گرفتند و ناامید و درماندند. در میان آشوب شما برای نجات به درگاه خداوند دعا کردید، از خدا حقیقت را التماس کردید، برای منجی راز و نیاز کردید و خداوند دعایتان را مستجاب نمود. منجی که مدت‌ها در انتظارش بودید اینجا هستند و ظهورشان علامت یک تغییر کیهانی است. خدا از طریق همه چیز با ما صحبت می‌کند، حتی از طریق تغییر فصول. اولین روز بهار نشان دهنده یک طبیعت پرامید است که روزی زندگی دوباره باز می‌گردد، روزی که زمین از خواب زمستانیش بیدار می‌شود. مردمان باستان به این روز اعتدالاً یا حمولتاً احترام می‌گذاشتند، جایی که طول شب و روز با هم برابرند و برکت‌های آن را جشن می‌گرفتند. تصادفی نیست که این روز 21 مارس برابر با اول فروردین روزی است که احمد حسن در این دنیا متولد شدند. درست به همان شکل که بهار زندگی دوباره برای طبیعت به ارمغان می‌آورد، احمد حسن می‌آیند تا دین خدا را که به طور کامل مرده بود احیا کنند. بیدار شوید ای مردم و آگاه باشید که روزی جدید بر بشریت طلوع کرده است. نعمتی را که خدا به شما ارزانی داشته هدر ندهید. احمد حسن از هیچ کسی درخواست نکردند تا با ایشان بیعت کنند. ایشان درخواست این مقام را نکردند و آن دعوتی نیست که مردم بخواهند ایشان را پرستش یا تکریم کنند. ایشان تنها به حاکمیت الله دعوت می‌شوند. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این زندگی نامه بسیار جالب و عجیب.
و امیدوارم که همه منتظر ظهور منجی بشریت باشیم و در این امر سهیم باشیم. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.